امروز رای دهندگان آذری در انتخابات محلی اشتراک نمودند. حزب‌های مخالف حکومت این انتخابات را آزاد و عادلانه نمی‌شمارند و از این رو آوازدهی را بایکوت کرده‌اند. در یک حوزه آوازدهی شهر باکو خبرنگار رادیوی آزادی خلافکاری‌ها به مانند آوازدهی یک کس به جای چند نفر را مشاهده کرد. انتخابات را شورای اروپا و ناظران که اکثراً از حزب حاکم آذربایجان نو میباشند مراقبت نمودند. در قزاقستان گروهی از شهروندان خود را قربانی فساد افسران پلیس نامیده در روبروی اداره دادستانی کل این کشور در شهر الماتا اعتراض برپا کردند. گردآمدگان می‌خواستند همچون یک عمل رمزی به دادستان نسخه کودکس جنایی را تقدیم کنند. یک اعتراضگر ادعا داشت که مقامات نام مادر فوتیده او را برای گرفتن امتیازهای دولتی استفاده برده‌اند. در شهر شمال و غربی پشاور پاکستان، حزب دنیوی عوام ملی مراسم یادبود سیاستمدار بشیر احمد بیلور را که 2 سال پیش وفات کرده است برگزار نمود. بیلور که مخالف سرسخت طالبان بود، ماه دکبر سال 2012 در نتیجه یک حمله مرگ طلبانه همراه با 8 نفر دیگر به هلاکت رسیده است. جمع شدگان وعده دادند که مبارزه بیلور بر ضد اکستریمیسم را ادامه می‌دهند. در وادی سوات پاکستان جمع آمد شاعران و نویسندگان ایدئولوژی طالبان را محکوم کرد. ملاقات ادیبان در حال برپا شده است که یک هفته پیش طالبان بالای یک مکتب پشاور حمله کرده بیش از 140 نفر اکثرا کودکان را به قتل رساندند.